به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی عریضه زن 48 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که ماه آگوست سال 2022 مرد 35 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او به مبلغ 48600 سومونی متاعهای زن و نر را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مردان 47 56 و 45 ساله ساکنان نوحه باباجان غفور و ودیوشتیچ آغاز کرده شده است. نام بردگان ماه آگوست سال 2021 با راه فریب به باوری زن 62 ساله ساکن شهر بوستان در آمده با بهانه به جای خانه استقامتی به فروش برآورده شده خانه 3 حجرگی دریافت کرده دادند. خانه استقامتی جبر دیده را به مبلغ 140,000 سومونی فروخته مبلغ‌های مذکور را به احتیاجاتشان صرف نمودند. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 55 ساله ساکن شهر استرافشان آغاز کرده شده است. نامبرده ماه فوریه سال 2016 با راه فریب به باوری مرد 46 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او $10,000 امریکایی برای عوض نمودن به اسعار خارجی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن نوحه قبادیان با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده در دوام ماه مارس سال 2022 تا ماه مارس سال 2023 با راه فریب به باوری زن 42 ساله ساکن نوحه مذکور در آمده 134,800 سومونی گرفته وعده داده است که منزل استقامتی با 0.6 گکتار قطعه زمین نزد یولیکی که طبق شهادتنامه به قیدگیری دولتی در نام پدرش می باشد به او فروخته به نامش اجرتگذاری کرده می‌آید، اما مبلغ مذکور را به منفعت خودش صرف نموده تا عین زمان قطعه زمین را به نام جبر دیده حجتگذاری نکرده با این کردارش به او ضرر کلان مادی رسانیده است. نسبت گمان برشونده با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی عریضه زن 57 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتی‌اش در آمده از آنجا اشیاءهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرری رسانده شده 2800 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن نوحه واسی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 46 ساله ساکن شهر اسفره که سال 2022 با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه فوریه سال 2023 با راه پنهانی از خانه استقامتی تقویش مرد 71 ساله ساکن شهر مذکور 80,000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.